ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم من آغاز. حمد و ستایش پروردگار را که بار دیگر به ما توفیق عنایت نمود تا باز در ثبت یک برنامه خوب و دیدنی در خدمت شما باشیم دوستان. و برنامه نوبتی کتابخانه است. مهمون امروزه در برنامه ما استاد عابدی شکورزاده. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید و تشکر زیاد که دعوت رو پذیرفتید. برام به شما سپاسگزاری میکنم که اولا برای آشتی دادن مردم به کتاب سعی میکنید. بهترین کاری ثواب است که جامعه ما امروز نیاز به کتاب از هر وقت دیده بیشتر دارد در تضاد مبارزات فرهنگی و قطب‌شوی جهان و بسیار زحمت شایسته میکشید. در خدمت هستیم. سالهای پیش فعالیت روزنامه‌نگاری میکردید و بعداً گذشتید به تهیه، ترجمه و انتشار کتاب. فکر میکنید آن کارتان مفیدتر و خوبتر است یا که کاری که الان دارید میکنید خوبتر است از نگاه خودتان؟ سوال تو جای غیر انتظار. واقعا من از روی حرفه پیشه روزنامه نگارم، اما وقتی که میسر شد، یعنی فرصتی آمد که به انسیکلوپدی ملی تاجیکستان دعوت شوم، در همین فضا باز به کتاب و به تألیف کتاب و به تهیه و ترجمه اینها بیشتر رو آوردم و دیدم که خالیگاه در فضای معنوی ماست. حداقل برای یک ذره پر کردن اینها سهم گیرم. پیامبر خدا میگوید بهترین مردمانی است که نفعش به جمعیت میرسد و شما یک کاری خیلی زحمت طلب، یک کاری خوب این هم باشد متن و شرح گلستان را آماده کردید و گلستان سعدی شیرازی طول قرنها می شود که یک خدمت خیلی خیلی بزرگ در سمت اخلاق، زبان، فرهنگ و مدنیت در این حوزه فرهنگی، یعنی حوزه فرهنگی فارسی تاجیکی کرده است. وقتی که به این کار دست زدید چرا فکر کردید که باید گلستان رو شهر بنویسید، یعنی اینکه متنش رو کامل کنید و ارائه کنید به جامعه؟ چی ضرورت دارد خواندن گلستان، یک کتاب کلاسیکی برای امروزی جامعه ما؟ قوم بسیار از لحاظ باغ ادبی پرباری هستیم که غول‌های ادبیاتی به مثل رودکی، فردوسی، سنایی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، بیدل اینها را داریم. اینها نه تنها نمایندی ادبیات یک ملت با نام ایرانی یا تاجیک باشند، بلکه اینها نمایندی وارسته فرهنگ جهانی هستند و که به زبان ما و شما الحمدلله تألیف کردن. این افتخار است البته برای ما تاجیکان فارسی گوی. حتی در خاندانی هر تاجیک یک سنت بود برابر قرآن کریم داشتن دیوان حافظ یا گلستان سعدی یا شاهنامه فردوسی. حتی در گهواره ها دیوان حافظه همچون بلاگردان، همچون شفاعت دهنده هر گونه آفت ها برای کودکان می‌بستند. و محض چرا مثلا به گلستان رو آوردیم؟ بیاین به سوال شما. در دوام 70 سالی که اینجا بولشویزم سلطه داشت و ما از خط خود محروم شده بودیم و به کریل رو آورده بودیم، هیچگاه گلستان کامل جامعه رو ندیده بودیم. گلستان اگر چندین بار نشر شده بود اما ناقص، سانسور دیده و به طبع دلی صاحبان سیاست چوب میشد، یعنی کامل چوب نمیشد. و در همین راستایی که مثلا من یک مدت بیکارم بودم، خدا رحمت کند به اکتمی خالق نظر، ادیب روزنامه‌نگار و دانشمندی فرزانه ما، یک صحبتی اجمالی کردیم. همین مسئله بر اومد و ایشون فرمود که یک گلستان کاملی نمیشه تهیه کنی. گفتم من زورم نمیرسد به خاطر آنکه عربی نمیدونم. باید گلستان تهیه میکرده و عربی بلد باشد، داند عربی رو. و ایشون فرمودن خدا رحمت کند من در عربیش به تو کمک میکنم، چرا که رشته ایشون باید. بعد مقصد اصلی تهیه یک متن کامل گلستان بود.
اما ببینید در رفت کار از یک جای یک شرح به دستم رسید، از یک جای یک شرح دیگر به دستم رسید. بعد غور کردم در جهان سعدی و در جهان گلستان. حتی امروز در کتابخانه های پاکستان و گلستان در هندی قدیم بیش از 150 شرح گلستان وجود دارد. یک چیز خوب اشاره کردید برای 70 سال گذشته، ولی چرا در 30 سال زمان استقلالیت این کار، یعنی تبلیغ گلستان، خواندن گلستان و پهن و نشر آن صورت نگرفت؟ فکر می‌کنید عاملش چی بود؟ یعنی مردم، ما میگویم چون کسی میگفتن ما نامه زیبا از سعدی و حافظ و فردوسی همیشه ورد زبانمون هست، ولی عملاً بیاد جوانان ما یا جامعه ما بخواند همچنین چیزی یک خواندنی سراسری صورت نمیگیرد. بگیریم همین کتاب گلستان، حتی در مکتب‌های میانه. شما میگید دلیلش چی بود؟ نه تنها گلستان، ما تا امروز بعد از آن که کشوری هزار سالی ما بخارا از جانب کرملین سرنگون شده بود، تا امروز به طور کامل و جامع آثار گذشتگانمان را اونچنان که سنت آموزشش بود ناآموخته استاده ایم، چه در مکاتب میانه و چه در مکاتب عالیمان. اون برداشتی که باید از سعدی داشته باشیم هنوز القا نشده است، و به خاطر آن که وقتی که ساخت دیگر شد، کشور دیگر شد، خطش نابود شد، کتابش را سوختن، خط بیگانه اومد، برنامه بیگانه اومد و این برنامه بیگانه آینه از همون بیگانه ها شد که ما از بزرگانمان، از شناخت بزرگانمان عقب ماندیم. بینید همه ساله در ایران شاید 2 یا 3 تا شرح سعدی، شرح گلستان بوستان چاپ شد هر سال. اما در 70 سال اصلا ما کلیات سعدی نداشتیم. فقط در سال 90 بوستان به شکل کامل چاپ شد و گلستان هم همان ناقص چاپ شده بود. خواندن همین گلستان برای یک جوان امروزی که هی عصر تکنولوژی است و پیشرفت است و برخوردها هستند و اگر شما یک نظر کنید به جهان میجوشد امروز در همه گونه ساها، مثلا ساهای تکنولوژی و اطلاعات و اینا، خواندن همین گلستان برای یک جوان امروزی تاجیک چی میدهد؟ 1000 سالی که بعد سامانیان اومدند ما بسیار دشمنان قاهر داشتیم، از ترکان سلجوقی گرفته تا مغول، تا تیموری ها و تا اشترخانی ها و تا منقید. من فکر کنم هنوز هم داریم. خب اونش دیگر، اونش هم میاییم. لیکن در سرکوبی که مثلا به ملت ما اومده بود، یکی از سپرهای اصلی، یکی از بلاگردانهای ما کتاب بود و بزرگان ما به خاطر آنکه همین سنت اجدادی، زبان ملی، هویت ملی از بین نرود، رو به کتاب می آوردن. شما میدونید مثنوی مولوی و بوستان و گلستان در اوج فاجعه های ملی ما پدید آمدند، در اوج تخت و تاز بیرحمی ها و قتل عام مغول. لیکن با چنان شهامت زبانی، با چنان شهامت عرفانی و حکمی که جهان مثلا حیرت زده شده است که تفکر انسانی در حدی هست که مولوی به اوج اعلا رسونده است یا سعدی به شکوه عالی آورده است. برای همین هم اینها کتاب نوشتن که در ردیف قرآن همنشین و همرازی هر خاندانی بود. بله. برای همین هم در این 1000 سال آموختن مثنوی بوستان و گلستان برای مردم ما چند دشواری نداشت. برای ما یعنی ورارودیان در نظر است، به خاطر اینکه هستگاه فارسید ورارود است. ما از فارسی از ورارود بعد پرواز کرد به ایران امروزه تا بندر عباس عراق، بعد رفت تا قونیه و تا روم و اندلس، بعد رفت تا قفقاز و هند. اینا
و نیازی به شرح نویسی به مولانا و به بوستان و گلستان در حوزه ما نبود. اون وقت نبود. چرا که ما مسلط بودیم و در حتی در دهستان ها، در روستاها نامه ها موندن از اولی عصر، بسیار از عصر 19. نامه ها رو میخونید خیال میکنید که تاریخ تبری است یا 4 کتاب است. نامه شخصی هستند، یعنی در سبک و قالب زیبای هزار سالی زبان ملی ما، زبان ملی ما. و چرا امروز مثلا گلستان یا بوستان برای خواننده ما یک درجه گفته خودشون است که قین فهم شده است، دشوار فهم، یعنی به خاطر آنکه تغییر الفبای ما یعنی یک تیر به قلب زبان تفکر ما بود. هر که این تدبیر اندیشید، البته خصم بسیار خصم دانا بود است، یعنی ملت رو شما به بمب اتمی نکشید، خطش بگیرید تمام. لیکن شکر خدا با همین الفبای فارسی و با همین مولانا و گلستان بوستان ها ملت ما رو از گم شدن حفظ کردن. در قالب فارسی ورارود افغانستان، خراسان امروزه و ایران امروزه و هند از جاری شدن الفبای سریلیک، یعنی ما از قالب اصلی زبان، از قالب طلایی زبان فارسی ما بیرون بر اومدیم و امروز اگر برای مثال یک برادری تاجیک افغانستانی به ما گپ زند ما حیران میمونیم و برای چی به زیبا گپ میزند. چوپان است مثلا، عادی کارگر است، خیال میکنید که تاریخ بیهقی میخوند به خاطر آنکه در فضای اصلی زبان با خط اصل جا دارد. انا از همین سبب یک رو آوردن با آنکه یک کار ناقابلی که گویا من شعر نوشته باشم به خوانندی امروزی کریلی خان کشادن جهانی گلستان، جهانی معنوی حضرت شیخ زیبا کلام سعدی است که یعنی چی میخواد با گلستان خود به ما و برای ما نوشته است، برای خودش ننوشته است. از نگاه امروز استاد همون حکایه ها و شعرها و حکمت معنوی همین گلستان پاسخی نیازهای امروزی ما هست، یعنی تضاد با امروز ندارد اون گفته ها و نوشته های سعدی؟ بله، گلستان محصول دید و بازدیده ها و تجربه زندگی حضرت شیخ یک اثر واقعی است و مقصد از نوشتن گلستان خود حضرت شیخ نیز اشاره میکند، راهنمایی به خوانندش در شاهراه پرپیچ‌وتاب زندگی است. و سعدی همچون یک استادی مرشد یعنی ارشادگر، راهنما پیشا پیش وقتی به گلستان ما میریم پیشا پیش ما میبیاید و اگر تصور کنیم سعدی را یک عارفی جهانگشته 35 سال به جهان گشته، یک عارفی جهانگشته، یک مدرسه دیده، از علمی کلام و علم حدیث و فقه کاملا آگاه، از فرهنگ ادب فارسی و عربی به فرهنگ فارسی و عربی مسلط، در همین پایه و هم مثلا از زینی پایین تا زینی بالای زندگی ما رو می نمایاند. اگر این شرط این گپه، یعنی از فقیری خاکروب تا شاهی مثلا مغرور همه در پیش نظری سعدی به جلوه می آیند و اون جلوه رو ما میبینیم و سعدی یک مرام دارد. انسان در این جهانی که دوراهی سنجش نیکی و بدی است باید از سنجش نیکی با سری بلند گذرد و با کدام راه با سنجش میگذرد؟ با راه آزادگی یعنی که ایمان به خدا یگانه داشتن. آزادگی سعدی است. وقتی سعدی میگوید که سعدی میگوید که ما خدا داریم، دیگر در پیش او همه برابرند، یعنی اسلامی سعدی برابری انسان ها است. برای همین چی فایده دارد؟ ما از سعدی گفتم دویم محبت به وطن،
ما از سعدی محبت به مکتب، محبت به کتاب، ما از سعدی مثلا پرهیز از افراط ترهیز و راهی رست انسانی رو می‌آموزیم. هیچ که مثلا در این روز ببینید میگوید که تو یهود و مسلمان به یک مسئله با هم برآمدند بحث کردند، این میگوید که اگر قول من نادرست باشد تو خدای من یهود میرم. مسلمان میگوید، یهود میگوید خدایا میگوید اگر من نادرست گویم از قول حضرت موسی میگوید قول من بیرون برای مسلمان میرم. و سعدی میگوید من در بحثی بی‌معنی اینها خندیدم. همون دوره امروز بحث بینه اون این میگه خونی دیگر آتش میزنه، خونی دیگر آتش میزنه. بسیار مؤثر است مثلا که در مسئله خونه آتش زنی میگوییم شبلی از بازار گندم میبیاره، یک کیسه گندم در پشتش میبیاره، خونه بازار فاصله چندین را، وقتی گندم خالی میکنه در داخل گندم 4-5 مورچه شبلی آبی دیدش میریزد که من اینا را از خونه به خونه کردم، من باید بیار ببیرد دوباره مورچه ها رو میبرد به همون جایی که گندم گرفته بود به خانه شو میبینم. و ما در جنگ های چند روزه چند ساله خودمون دیدیم چقدر خانه ها خراب شدن، چقدر انسان ها مردن. اگر بگه سعدی میرفتیم مگر این کارها میشد؟ یا میگو به حجاب دیدی تو مگه چشمت پوش نگاهش نکن برو. یعنی اینقدر شیرین، اینقدر زیبا، یعنی گویا همه چیز برای ما سعدی گفته است و چگونه گفته است با زیباترین کلام فارسی. و سعدی رقابت میکند مثلا به متنبی که ادیب عرب است و میگفت که من در فصیح میگفت مثل پیغمبران هستم، و سعدی به وی رقابت میکند میگفت ببخش زبانی فارسی منم میگفت کمی نیست، زبانی منم میگفت ما را با زیباترین لحن با لطف و خوشی به زیباترین لحن هدایتگری میکند. یعنی انسان حرف خودش دارد، مردی است که در همون زمان حرف خودش دارد و روی حرف خودش هم ایستاد و قرنها است که میایستد دیگه. وقتی که مرد است آزاده است و خدا ایمان دارد، قوی است از همین طرفی که شما گفتید. اگر استاد من هم خیلی تصور کردم که اگر ما همین دین شناسی آموزش دین از راه همین عرفان بیایم، از راه سعدی بیایم، از راه مولانا بیایم، از راه حافظ و اینا بیایم، فکر میکنم چقدر زیبا میایم به سوی دین، چقدر زیبا میشود این دین. شاید این مسئله افراطگرایی میگن چیزایی که میگن شاید کم رنگ شود اگر بیشتری مکتبای فکری در اسلام در نظر دارم از راه عرفان میشد زیباتر و ملایمتر و خوبتر میبینند. نه استاد؟ این نکته شما را هنوز در 500 سال پیش اروپایی ها به من آوردن. وقتی که در میان اسلام و صلیبیان غربی ها جنگ های شدید دامن زده بود، حتی سعدی خودش میگوید که من در طرابلس میگوید اسیر اهل صلیب بودم. وقتی جنگ های بسیار خونینی در گرفته بود و صلیبیان در غرب از عالم شرق ما، از عالم اسلامی ما یک جهانی وحشت به نمایش گذاشته بودن. یعنی تمام مثلا غربی ها توسط تبلیغ اینها میگویند که شرق یک بیشی وحشیان است. اما وقتی که سال 1612 اگر خدا خاطرم نکنه باری اول سعدی در فرانسه مطرح شد و برگردان شد، گلستان مطرح شد برگردان شد، فرانسوی ها گفتن که ببینید ببخشید انسان اینها بودن، انسانیت در اینها بود است، ما قفا موندیم، ما باید از اینها بیاموزیم. یعنی جمال انسانی و کمال انسانی، کرامت انسانی را سعدی ها، مولوی ها، فردوسی های ما برای ما طرح‌ریزی کردن، برنامه کردند و گذاشتن. نسبت بوستان چرا گلستان معروفیت بیشتر و محبوبیت بیشتر دارد؟ درست است که ما گلستان و بوستان میگیم و چرا بیشتر گلستان محبوبیت دارد؟ بوستان یا سعدی نامه این دومین اثر سعدی هست. اگر حضرت سعدی در گلستان دید و بازدیدهای خودت، تأثیرات سفرهای خودش جنبست کرده باشد، در بوستان سعدی عالم آرمانهای خودش
به نمایش میگذارد، آن هم به نظم و آن هم در وزن متقارب، در وزن شاهنامه. ببینید فردوسی با این وزن جنگنامه نویست، اینا های آباد گردن خرابات آدم ایران از این پس. اما سعدی در همین وزن گفت من در همین وزن پندنامه بنویسم. کنار و بر مادری دلپذیر، بهشت است و پستان در او جوی شیر. درخت است بالای جان پرورش، ملت میوه نازنین اندر برش. من فکر نمی کنم که بوستان از گلستان کم معروفت داشته باشد. گلستان بیشتر به خاطر اون که پر ترویج و پر تبلیغ است که از کتاب‌های تعلیمی مدارسی گذشتگان ما بود. 600-700 سال در مدارس هندوستان گلستان درس داده میشد. گلستان تنها دیباچی گلستان 1 سال درس دیباچی گلستان فرا میگرفت. و بوستان هم همچنین، بوستان یا سعدی نامی سعدی در غرب بوستان میگفتن که این اوج تفکری انسانی هست یا ورقهای گمشده کتابهای عثمانی هست. بوستان میگفتن. برای همین هم هم اگر سعدی در بوستان باز همچون مرشد به جامعه، به بشریت عالم ارمونی خودشه، ارمونهای خودشه، میلانهای خودشه توصیه میکند که این مراد از آمدن به دنیا، مراد از عمل کردن، مراد از زندگی چی باید بود که تا آن که پشیمان و پرندامت و اندوهبار و پرگناه نبرویم. سالهای آخر همیشه زبان یک بحث است در تاجیکستان، زبان و خط و اینا خیلی بحث است. نمیشود که از همین گلستان و متن بوستان و از شاهنامه و حافظ و اینها بگیریم و همین زبان کامل کنیم بریم به زبان همینا. مثلا حالا اون که یک واژه از اجا میکوبد همین در هم بر همین در زبان هر کس نظر نمیچد، خوبتر نیست که مثلا از زبانی با زبانی همینا پیش رویم؟ نظر شما چی است؟ چون یک زبانی بسیار سنجیده شده از حوادث یک چنین نکته تاریخی گذشته شده و یک زبانی خیلی قوی و ماندگار و نمیدونم جذاب و شیرین هست زبانی سعدی، مخصوصا زبانی سعدی. و در تایید گفتارتون این زبانی که در گلستان و در بوستان زبان سعدی نیست. من براتون این زبانی ما هست، زبانی ما ورارودیان، بخارایان، سمرقندیان است. زبانی دولت سامانیان است، زبان آل سامان است. ولی بهترین بریم به همین زبان دیگر. زبان آل سامان است که رحمت باد به سامانیان که اینها البته در تأثیر عرب به زبان بسیار تعصب دارد، داشت و داردم. در تأثیر تعصب عرب به جهانیان نمایش دادن که باید زبان ما هم حاوی نه تنها زبان ادب بلکه زبان حکمت، زبان علم، زبان فلسفه باشد. و این کار سامانی ها با سری بلند اجرا کردن و در دوامی 1000 سالی که سلاله های دیگر در ایران زمینی ما آمد همه تقلید کورکورانی دولتداری سامانی ها بود. از جمله در زمان سعدی فارسی در شیراز این گونه نبود، فارسی پهلوی بود. اون گونه که در قفقاز قطران و خاقانی و با نظامی اینها مثلا فارسی رو به اوج عالی رساندن، لیکن فارسی از ما با اونها رفته بود. فارسی دانستن و فارسی از خود کردن و فارسی گفتن مثل آنی بود که در گذشته باید شهریارانی ما، نخبگانی ما، اهل علمی ما، همون گونه که از فردوسی ما در یاد داریم، در زمان سعدی هم، در زمان جامع هم، در زمان بیدیل هم، اول سواد قرآنی می آموختن ابتدا در سن 4، بعد از آن به صرف نحوی فارسی و عربی می گذاشتن. بعد از آن
مرور میکردند به آثار بزرگان گذشته ما که اونها را از خود کنند و در قالب همین الفبای فارسی بعد از خود میکردند و همچون در ردیف آن که اینها از سواری کمونوری مثلا از خود میکردن، شناوری، شطرنج و فارسی آموختن نیز از پرستیژ ها، اولویت های هر شهریار و هر روشن فکری دوران بود. حتی در امپراتوری رومی عثمانی، در امپراتور رومسکی حتما اونها در ردیفی مثلا جنگ ورزی اینو فارسی رو هم فرا می گرفتن. برای همین یک اشرافیت بود. بله، اشرافیت یا هنر بود دانستنی فارسی. در کتابای تاریخی ما میخوانیم در تاریخ اسلام و امپرای عثمانی میگن اشرافیت وقتی که میخواستن اشراف شون حتما چخیلی که روس‌ها فرانسوی خواندنشون اشرافیت بود. اون وقت خواندن فارسی یک شهامت میبخش، مثل یک اشرافیت. انا برای در ابتدای صحبت گفتیم بدترین مثلا یک تیر آتشین در قلب زبان تفکری ما الفبا زد. وقتی الفبای ما رو برهم زدن، همین قالب زیبای فارسی و رارودی که دنیا رو از فارسی از همه دنیا رو گرفت، کیفت کووک شد. یعنی ما پیوندی کلاسیکی، پیوندی گذشته با امروزه که این خط بود و کنده شد. کتاب های ما رو سوختن. گناه بود در دوره شوروی خط دونستن، گناه بود. برای همین من باور دارم اگر امروز نه پگاه به این خط باید بگذاریم. همچون من فکر میکنم دانستنش، یاد گرفتنش برای ما واجب و ضرور است، برای ما، برای فرزندان ما یاد گرفتنش. این نه تنها الفبا هست، این یک علم است. یعنی با ورود به الفبای فارسی شما به یک علم وارد میشی. چگونه مثلا اگر زبان انگلیسی را آموختید، برای مثال زبان روسی را آموختید، ادبیات آموختید، خط فارسی را یک علم دیگه آموختید شما. یک علم دیگه به شما اضافه شد. این علم است. درباره همین کتابای گلستان بوستان یک چیز به تماشابینان باید بگویم که قریب 2 ماه میشود این کتاب رو ما دسترس کردیم در فروشگاه ها و تعداد نشر هم خیلی اندک است، یعنی 500 نسخه است. ولی تعجب آور است که کمتر توجه میکنیم. خیلی دردآور هم هست. من درباره 26000 کارمند خدمتچی دولتی نمیگم، من درباره هزارها عضو اتفاق نویسندگان و ژورنالیستان اتحادیه نمیگم، ولی آنهایی که میل دارند به خواندن و عشق دارند به این ملت، به این زبان، به این فرهنگ و همیشه نام اطراف مثلا از سعدی افتخار دارن، از حافظ و جامع افتخار دارن، من خواهش میکنم بیان این کتابا رو بگیرن استاد، برای خودشون، برای فرزندانشون و بخونن و ببینن که ما در این عصر چی ها رو داریم و کیها رو طول این تاریخ داشته ایم. من فکر میکنم خواندن گلستان همون تاریخ گفتن انسان رو با اخلاق میکند. انسانی با اخلاق آدمی با نظم میشود. وقتی جامعه نظم کشید پیشرفت میشد، پیشرفت حتما به قدرت تبدیل مییابد و همین که گفتیم همه چیز از همینجا آغاز میشد و این گلستان و بوستان در فروش کتابی تاجیکستان موجود هستند و من از این برنامه دعوت میکنم که حتما آنهایی که چون که استادم خیلی خیلی زیبا صحبت اطراف این کتاب ها، حتما بیان بخرن برای خودشون، برای فرزندانشون و باور دارم که با آنها یک علم نو اضافه می شود. کتاب سعدی البته چاپ شده است، باید کتاب بگیریم. سعدی برای خاطر بابا سعدی رو برای خاطر اون دوست داریم که اولا سعدی خود تاجیک میگوید. اما تاجیک هم میگوید. شاید که به پادشاه گویند ترکی تو بریخت خونی تاجیک. یعنی بینید یک سیمای یک شاه مرد در ادب و حکمت و اندیشه به مثل سعدی، خودش تاجیک گفتن، در جهان تاجیک معروف، برای قوم ما از این افتخار زیادی نیست. و سعدی عجیبی کاری که ابن بطوطه سیاه مراکشی خدا رحمتش کند، بعد چند سالی مرگ سعدی میگه در چین آمدم، در هنجای چین ملاحان چینی غزل سعدی را به پارسی میخوندن و همون غزل میبیارد. ملاحای چینی در لب غزل سعدی تا دل به مهرت دادم، در کوی عشق افتادم،
تا دل به مهرت دادم، در کوی عشق افتادم، چون در نماز استاده‌ای گویی به محراب اندری. ملاهای چینی، این عرب میگود، نه ملاهای عرب، نه سیاحی عرب ابن بطوده از قبل ملاهای چینی میگود، یعنی که همه شهرت داشته سعدی که چینی ها در لب زبان غزل سعدی به فارسی، و اگر این ما میگفتن که اغراق میکنه خطاتون رو تعریف میکنید، یک اینه سیاه مراکشی گفته است. یا خودی شیخ یک ظرافتی زیبا دارد، میگود در کاشغر اومده، میگود در مسجد کاشغر، بعد میگود او چی میگود پیش خدمتی مسجد، میگود مولدم پرسید، یعنی جای تولدم، گفتم شیراز. گفت از سخنانش سعدی چیزی داری؟ بعد میگود نمیدونست که من سعدی هم. بعد میگود من دو بیت عربیش خوندم که نه بابا تو به زبانی سعدی بگو به زبانی فارسی که ما راحت کنیم و کنیم. بینی در زندگیش این شخصی بزرگوار بدون اینترنت، بدون تبلیغ، بدون جهان گشته بود، معروف جهان گشته بود. برای همینم اگر امروز به سعدی کم توجه شود، گمان نمیکنم کم توجه باشد، لیکن این موقت است. ما هیچگاه باید دست از دامن سعدی ها ما، فردوسی ها ما، مولانا ها ما ندهیم. اگر خواهیم همچون تاجیک فخر داشته باشیم، چیزی گفتنی در روبروی بحث های فرهنگی جهانی داشته باشیم. کتاب دیگر رو هم که امروز خیلی معروفیت پیدا کرد در فروش بزرگی، کتاب اهل زیا و اهل ادب، و مخصوصا از زبان این ترجمه مردم بسیار راحت میکنن. و اکنون من فهمیدم سببش رو که چرا این ترجمه، یعنی حکایه 50 حکایه از چخفی قدر محبوبیت دارد، زبانش قدر شیرین است. سرچشمه همین گلستان و بوستان و همین آموزه های شما، چرا دست به این اقدام زدید محض 50 حکایه چخف رو ترجمه کردید؟ تشکر. این چخف ضمناً گویم یکی از نابغه های ادبی جهان است. اگر چخف خونید، از چخف بوی سعدی می بیاد، بوی مولانا می بیاد، بوی عبید زاکانی می بیاد. برای خاطر اینکه هم در چخف عرفانی مولانا را دیدم، میبینم زیبا کلامی و حکمتی سعدی را دیدم، ممکن ظرافت و حج و طنز عبیدالله را دیدم. ممکن این یک فال به قضا میگویند، یک اتفاقی بود که دوست من بابا جان شفه من فرمود برای سایت اینترنتی ایشون حکایه ونکره ترجمه کنم، به خاطر آنکه از این پیش 2 حکایه چخف من برای کدام نشریه حکایه بو قلمون و بدون عنوان رو ترجمه کرده بودم. بعد ونکره هم گفتم ونکر ترجمه داریم ما به تاجیکی، گفت که من میخوام ترجمه معاصر باشد و ترجمه کردم. و همینطور بعد دوستا از چند طرف دیگر تشویقم کردن و خودم به دنیای چخف وارد شدم و به 4 جلدی سال 80 چاپ شده چخف مرور کردم. راستی من ایراد نمیگیرم، ترجمه ها اونقدر قابل قبولم نبودن و خواستم برای خوانندی امروز چند حکایه چخف پیشکش کنم. ضمناً اون 4 جلده در دوره خود بهترین کتاب بود، بسیار اقدام بود و به همین خاطر چخف رو آورده من یک عجیب است. در این 50 حکایه وقتی که مطالعه میکنید فکر میکنید که وابسته به زمان و مکان و زندگی متن جامعه ما انتخاب شده است. این حکایه رو خودتون مخصوص انتخاب کردید یا دوستانتون برای شما انتخاب کردن؟ چی اتفاق افتاد که این حکایه ها با متن امروزه جامعه ما که زندگی میکنیم هماهنگی دارد؟ چی خیلی شد این خیلی شد استاد؟ این سوال بسیار مهم است. بهترین اثر ادبی، شاهکار ادبی آن است که برای هر دور زمان ایجاد شود. برای همین گلستان چرا بی‌خزان است؟ به خاطر آنکه هیچگاه کهنه نمیشد و خواندن گلستان 10 بار خوندیدش شما خسته نمیشید. یا بوستان، یا حکیم نظامی، یا شاهنامه،
یا حافظ یا خیام. بله من سعدی هم چیخوف هم همینطور یعنی یک هیکایه رو خودتون انتخاب کردید برای ترجمه همش تقریبا پیش اومد خوش اومد تقریبا وقتی که میخونید فکر میکنید بسیار دقیق شما انتخاب کردید. راست شما میگید پیش اومد خوش اومد کتاب طرزش است که شما انتخاب کردید هیکایه رو آدم گمان میکند و خیلی شیرین. میدونید من ترجمان نیستم اساسا، من حرفی ترجمانی ندارم. بسیار کاری دشوار. وقتی که مثلا به شعر نویسی مشغول، وقتی معلم بودم میگفتم از معلمی کار دشوارتر نیست. وقتی که شعرنویس شدم میگفتم از این کار دشوارتر نیست. وقتی ترجمه شدم گفتم دشوارترین کار ترجمه است. من حتی چنون در میموندم که از لغت از چخ روسی انگلیسی میگفتم، از انگلیسی فارسی میگفتم، بعد ما تکمیل میکردیم برای کلمه یک ماه مثلا و میکردیم. حتی برای کلمه ماه صرف میشد، از این آن میپرسیدم، یا که برای خاطر اینکه مجاز میگوید با کنایه میگوید. و یک مثلا حکایه و دارد نسبی عصب، من حساب کردم تقریبا 15 نام اسب آورده است. ما 15 نام اسب فارسی رو یافتم از اونها و مطابق به مضمون چخ آورده ترجمه طرز شده است که فکر میکنید عابد شکورزاده نوشته است این حکایه ها رو. بعضی به خنده گفتن که تو به شیوی مسچا نوشتی، به خاطر آنکه یک حکایه دارد داماد و سرخوجه است. سرخوجه کلمه زیباست، در مسچا استفاده برده میشن، من همون استفاده بردم به جای خسر. یعنی سرخوجه خواجه شادی، صاحبی شادی. خب یک کوشش شاگردانی کردیم انشاءالله که و این کوشش بسیار موفقانه انجام شد و در تاریخ ادبیات ما در امروزه که وضعیت زبان و ادبیات ما دارد یک شاهکار رو ترجمه کردید و ترجمه شما هم شاهکار شد در بین کتاب‌ها. در اول برنامه گفتم که خیلی خوشبختم که شما رو در این برنامه کتابخوان می‌بینم، به خاطر اون بود که وقتی من این کتاب‌ها رو به دستم گرفتم خورسندی هم حد و کنار نداشت و غایبانه هم باشد استاد تشکر به شما گفتیم بین اون نفرانی که اهل کتاب و دوست دار هستند. و در آخر برنامه میرسیم این کامراها در اختیارتان است، چیز از شما نپرسیده باشیم چی پیامی برای مردم، برای جوانان، برای نفری که به کتاب علاقه دارن، کتاب دوستان، چیزی گفته باشید ما صحبت رو در اینجا به انجام برسونیم. تشکر. من در آغاز صحبتم به شما سپاسگزاری کردم که سعیتان به آشتی دادن مردم به کتاب است. یعنی محیط ما اقرار باید شد از کتاب کمتر دور شده اند. نباید ما از کتاب دور شدیم، خصوصا جوانان ما. حضرت شیخ سعدی گلستان برای جوانان نوشته است، اینو باید فراموش نکنیم. خصوصا جوانان ما که در راه مهاجرت، مسافرت، مجاورت با قوم‌های گوناگون هستند. وقتی در صحبت با دیگه ملت‌ها میشینیم، ما را مثلا همچون تاجیک میشناسند و ما همچون تاجیک باید آنها رو نشان دهیم که ما از نمایندی فرهنگ عالی جهان هستیم با علمی فرهنگ ما. وقتی که نشان دادنی شویم باید فرا گیریم فردوسی را، باید فرا گیریم رودکی را، باید فرا گیریم حافظ سعدی را، باید فرا گیریم احمدی دانش را، اینها را. برای همین ملتی که آموزش دارد، ملتی که پرورش و معارف دارد، ملت آزادی دنیا است. من آرزوی اساسی من این که ملت من آزاده باشد و آزادگی ما در علم دانشمان است. آزادگی ما در پیوند به تاجیکانی بیرون از تاجیکستان و همدلی و همنوایی به تمام فارسی گوها هستند و پولی اساسی همنوایی همدلی ما علم کتاب است، کتاب های بزرگ. تشکر زیاد. چون که خود سعدی این برنامه بسیار از سعدی یاد کردیم، سعدی بزرگوار میگوید سعدی و مردی نکنام نمیرد هرگز، سعدی و مردی نکنام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. واقعا یک شخصی نکنام، یک ملتی نکنام، یک جامعه نکنام جز اینکه با کتاب مطالعه، دانش، علم
даст бизанад роҳи дигар надорад. Агар номи некаш ба китоб баромад, номи неки як миллат чун ки худи ба китоб аз даст надиҳад. Ва ба умеде ки рӯзе мардуми Тоҷикистон сермутолиатарин, серхонандатарин мардуми дунё шавад, ба умеде ки рӯзе саросари мардуми ин кишвар ба Саъдӣ ва Ҳофизу бедил на танҳо бо шиор, бо сухан, балки амалан арҷ бигзоранд ва китобашонро бихонанд. Инҷо барномаи китобхонро ба поён мерасонем. ин барномаи китобхон буд. то барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худоҳофизи шумо.